این نوچوفسکو بید غذای معروف ورره بخوریم. این خوشمزه ترین غذای برره بید. انگشتات هم میخوری. به خصوص نوچوسکوهای دسرناز ما را تو برره هیچکی نتوند. اصلا همه دنیا برره رو به تو چیز برشناسن. یکی گیوه های برره، یکی نوچوفسکوی برره. خیلی خوشمزه. بفرما کاری نکردم، میخواستم از این بخورم، ببخشید. بی خود کجای دنیا اینجوری نوچوسکو بخورن؟ من نمیدونستم، ببخشید، من عذر میخوام. ای سرناز وزه دستتو ونداخت وسط سفره، اون وقت یاد بگرفتی. دیدین نزدیک بید بیچاره شید. فردا چوف افتاد تو برره که تو خانه پایین نوچوفسکو رو با دست و دهن مدمونن. زبون تو باز بگیر زن نیاتون دور. اون وقت تو برره چطوری سر بلند نکردی؟ آقا من عذر میخوام، نمیدونستم، ببخشید، من عذر میخوام. خیلی خوب. سهرناز نوچوفسکو خوردن یادش بده تا دیگه ای غلط ها نکنه. چشه. خوب گوشاتو وا بکن وره تو سرت. اول یه سیب وداری وزنی تو شکرها و خوری. بعد یه نخود وداری بذاری کف دستت. همچی حالیت و شد؟ بله دقیقاً دیگه اصلا جای نگرانی وجود نداره. بفرما دختر همینه دیگه. گوش بگیر. نخودو بذار ایجا بین ای بند و ای بند. خوبی. اگه شعور داشته باشی کم کم یاد میگیری. بله. بخوریم. دوتایی نمیشه؟ نه یکی ایجا. سیر بر شدی، شکمت پر بر شد. خب بله تقریبا. البته نه، من همشو زدم تو چهارم زدم به در دیوار. چند تاشو بیشتر نتونستم بخورم. اینم خودش خیلی بید. پیش پای شما یه مهمون داشت، نخود ور پرید به حلقش جونش ده پره.